گنجینه در این عالم ویرانه نماز است. طرز خواندن نماز تسبیح. به نام خداوند بخشنده و مهربان. در این نوار خدا خواسته باشد برای شما طرز خواندن نماز تسبیح را نشان می‌دهیم. نماز تسبیح نمازی میباشد که پیامبر صلی الله علیه و سلم به عمکشان عباس آموزانیدند. در حدیث اکرمه از عبدالله ابن عباس روایت کرده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم به عباس ابن عبدالمطلب فرمودند: ای عباس، ای عمک من، 10 خصلت را برایت احسان میکنم. اگر آن را اجرا نمودی، خداوند تعالی 10 نمود گناهایت را می آمرزد. گناه اول، گناه آخر، گناه قدیم، گناه نو، گناه خطا، گناه با قصد، گناه صغیره، گناه کبیره، گناه پنهانی، گناه آشکارا. روایت ابو داود. در جای دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم به عمکشان عباس خداوند از او راضی باد نسبت نماز تسبیح گفتند: اگر بتوانی هر روز بخوان و اگر وقت نداشتی هفته 1 بار، اگر این هم میسر نشد ماه 1 بار و اگر در ماه میسر نشد در عمر 1 بار بخوان. خداوند متعال تمام گناهایت را می بخشد. روایت ابو داود و ترمذی. دوستان عزیز، نماز تسبیح از جمله این نمازهای نافله می باشد. از 4 رکعت عبارت می باشد. وقتی خواندن آن وقتهایی که نمازهای نفل خواندنشان اجازت است. فرقیت اساسی نماز تسبیح از دیگر نمازهای 4 رکعته در این می باشد که در آن 300 بار دعای تسبیح گفته می شود که آن چنین است: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. تسبیح مذکور در داخل نماز با چنین ترتیب خوانده می شود: یکم 15 بار پیش از سوره فاتحه، دوم 10 بار بعد از ضم سوره، سوم 10 بار در رکوع بعد از تسبیح های رکوع، چهارم 10 بار وقت راست شدن از رکوع، پنجم 10 بار در سجده اول بعد از تسبیح های سجده، ششم 10 بار در بین 2 سجده نشستن یعنی در جلسه، هفتم 10 بار در سجده دوم بعد از تسبیح های سجده. در عموم 75 مراتبه در رکعت اول خوانده می شود. این چنین در رکعت های دوم، سوم و چهارم با چنین ترتیب 75 باری خوانده می شود که همگی در 4 رکعت به مقدار 300 مراتبه می رسد. شخص اگر خواندن تسبیح را در قیام یا در رکوع فراموش کرد می تواند این عدد را در سجده جمع کرده بخواند و برای فراموش شدن عددهای تسبیح یا ترک شدن آن سجده سهو کرده نمی شود. این بود در شکل مختصر طرز خواندن نماز تسبیح. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.